خب اتفاقی که افتاد اینه که دوستان یزدی محبت کردن، هماهنگ کردن که ما بتونیم بریم داخل از نزدیک سرو ابرکوه ببینیم. البته این یه اتفاق متعارف نیست در همه جا و محبت اونا بوده که ما بتونیم بریم از نزدیک ببینیم. خب خودم من سالیان سال درخت کهنسال رو ثبت میکنم، بحث پروژه حفاظتیشون هستم، اصول برخورد با درخت کهنسال رو میدونم و ما فقط میخوام از نزدیک بریم و عظمت این درخت از نزدیک ببینیم. اون تنه‌ای که داره به عنوان کهنسال ترین سرو ایران و به نظر من مهمترین درخت کهنسال ایران که فوق العاده ارزشمنده. ذوق دارم واقعا در میگم. آقا خیلی ممنونیم. این درخت الان به عنوان اثر طبیعی ملی هم ثبت شده، به خاطر همین دوستان محیط‌بان هم ازش حفاظت میکنن. خب با یک مناسکی بعد وارد شد دیگه، این یک اثر معمولی نیست. اولین نکته این که به اندازه حداقل 2-3 برابر وسعت تاجش عرصه و حریمش رعایت شده. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این یه الگوی خیلی خوبه برای همه ایران که میخوان از این درخت‌ها حفاظت کنن. حالا بریم به سمت تنه و عظمت تنه رو ببینیم.